هدف از آفرینش انسان چیست؟ ما شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه همچنین آن کسی که از ما به پدر محبوب تره، آن کسی که از ما به مادر عزیزتره، آن کسی که از همه عالم خداوند اصلا عرض کردن برای این ما را آفریده که فدایی او باشیم، قربان او بگردیم و صدقه سر او بگردیم و به او محبت بورزیم و او ولی نعمت ما هست. برای این ما را آفریده که فدایی او باشیم، قربان او بگردیم و صدقه سر او بگردیم و به او محبت بورزیم و او ولی نعمت ما هست. برای این ما را آفریده که فدایی او باشیم، قربان او بگردیم و صدقه سر او بگردیم و به او محبت بورزیم و او ولی نعمت ما هست. و او از هر پدر به ما حقش بیشتره و از هر پدر ما را بیشتر دوست داره و حق او این است که از عزیزترین افراد او را بیشتر دوست بداریم. او در بین ما از انظار ما غائب، تنها. عید را در کجا هست؟ با چه کسانی عید؟ بینندگان گرامی، هدف از آفرینش زمین و آسمان و جن و انسان و فرشته و حیوانات و همه موجودات توحید و یکتاپرستی ذات یگانه الله عزوجل است. یعنی ذات یگانه او را شناختن و او تعالی را به یگانگی پرستیدن و تنها از او کمک خواستن. اما این جناب حجت الاسلام از قرآن بیخبر میگوید برای این ما را آفریده که فدایی او باشیم، قربان او بگردیم و صدقه سر او بگردیم و به او محبت بورزیم و او ولی نعمت ما هست. و او از هر پدر به ما حقش بیشتره و از هر پدر ما را بیشتر دوست داره و حق او این است که از عزیزترین افراد او را بیشتر دوست بداریم. او در بین ما از انظار ما غائب، تنها. عید را در کجا هست؟ با چه کسانی عید؟ الله تبارک و تعالی می‌فرماید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. بعضی از مردم معبودهای غیر از الله برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون الله دوست می دارند. اما کسانی که ایمان دارند محبتشان به الله از مشرکان نسبت به معبودهایشان شدیدتر است.